آخرین خبر که پیشبینی اصلی قهرمانی از طریق سایت اپتا، انگلیس با 19.9% و بعد فرانسه با 19.1%، آلمان 12.4%، اسپانیا 9.6% و پرتغال 9.2%. یه خبری که حدوداً یه ربع پیش خبرگزاری اکیپ رو خروجیش قرار داد، حمله ویروس سرماخوردگی بود به اردوی فرانسه که اکیپ نوشته 5 تا بازیکن فرانسه درگیر شدن ولی اسمشون رو نگفته. بازی افتتاحیه به کلمن تورپن فرانسوی سپرده شده. امروز یه هوادار پرتغالی با ماشین پژو 405ش به استقبال اردوی تیم ملی پرتغال در آلمان رفته. پژویی که کاملا به رنگ پرچم پرتغال بوده. دیگه براتون میگم که گرستاتی گفته یورو 2024 آخرین فرصت منه و اگر قهرمان نشم با انگلیس استعفا میدم. لوچیانو اسپالتی 4 تا قانون برای اردوی تیم ملی ایتالیا گذاشته. پلی استیشن ممنوعه، به هنگام ماساژ کسی نباید از موبایلش استفاده کنه، هدفون به هیچ عنوان کسی نباید استفاده کنه و ساعت آخرین فعالیت 12:30 بامداده. بازی اسپانیا کرواسی به مایکل اولیور سپرده شده. نخست وزیر آلبانی پارلمان این کشور رو 10 روز تعطیل کرده به این دلیل که نماینده‌ها همه مرخصی گرفته بودن تا به بازی‌های یورو برسن. آلبانی بیشترین تماشاگر رو در یورو داره، تقریباً 50,000 هوادار آلبانی به آلمان رفتن و بلیط‌های بازی اول این تیم رو با ایتالیا خریدن، بازی که مایکل اولیور قضاوتش رو بر عهده داره. روبرتو روزتی گفته توضیحات کاملی برای وی آر و تصمیماتش اعلام میشه، از جمله اینکه چه بازیکنی خطا کرده و توپ حتی به کجای بدنش برخورد کرده. از پیش‌بینی‌ها امباپه گفته فینال بین آلمان و فرانسه است. توتی گفته بهترین فینال عین یورو 2000 و عین جام جهانی 2006 ایتالیا و فرانسه هستش. اتفاق عجیب برای یان ماتسن افتاده، بازیکنی که از اردوی هلند خط خورد، برای گذراندن تفریحاتش به یونان رفت ولی در نهایت جانشین فرانکی دیونگ شد. وسایل ورزشیش رو نبرد و خانواده‌اش مجبور شدن با ماشین وسایل رو از هلند به فرودگاه دورتموند ببرن. این بازیکن خودش از یونان به دورتموند رسید، اونجا وسایلش رو تحویل گرفته. فرانچسکو توتی گفتم خدمتتون، ریو فردیناند گفته بهترین فینال انگلیس و آلمانه. یه اتفاق عجیب برای میخال ساویلک افتاد، مهاجم تیم ملی چه که بعد از تمرین در حال دوچرخه سواری بود، از دوچرخه سواری افتاد، مصدوم شد و یورو رو از دست داد. عین پاولویچ آلمانی به خاطر التهاب لوزه یورو رو از دست داد. امره جان جاشو گرفت. پرتغالیا بلیت تماشای تمریناتشون رو 800 یورو قیمت گذاشتن تا بتونن ریو فردیناند رو ببینن. یه نکته راجع به ترشتگن وجود داره، دروازه‌بان اول بارسلونا که به واسطه حضور نویر حتی 1 دقیقه هم در یورو و جام جهانی بازی نکرده. ایستگاه‌های متروی آلمان درست مانند تبلیغی که برای جام جهانی 2006 که اونا میزبان بودن هستش و این بار نویر به عنوان چهره و سوژه اصلی انتخاب شده. اپتا گفته بهترین گلزن بازی‌ها امباپه خواهد شد، شانسش 2/9 و بعد هری کین شانسش 2/11 هستش. درباره مسن‌ترین بازیکن‌ها که گفته شد فقط اینم بگم که ناگلزمن 36 ساله که روی نیمکت آلمان نشسته از نویر، از پپه، از رونالدو، از مودریچ و از خیلی از بازیکن‌های دیگه سنش کمتره. اردوی لهستان هم اعلام کرد که لواندوفسکی به دلیل مصدومیت بازی اول این تیم مقابل هلند رو از دست داده. آرکادیوش میلیک هم به طور کامل این بازی رو و این دوره از بازی‌ها رو از دست داده. ژوزه مورینیو هم حرف جالبی زده، گفته فینال بین پرتغال و انگلیسه و گفته پرتغال توانایی این رو داره که 2 تا تیم به یورو بفرسته و تیم دومش هم جزو 3 مدعی اصلی قهرمانی.